همین شخصی ادعا میکنم به خدا قسم سواد کافی ندارم. موری توست ما را اژدهاست در اگر خواهی که نجات یابی بدان که تو را نباید چیزی از آموختن الکفر بالطاغوت مشغول بسازی. از آموختن الکفر بالطاغوت نباید من و شما را چیزی پیش راهمان را دارد. ما نباید به دیگر چیز مشغول شویم، نباید به آموختن تاریخ، به آموختن چیزی دیگری مشغول باشیم، به آموختن الکفر بالطاغوت فراموش بشود. نه، بلکه اولین چیزی که ما می آموزیم و می شنویم و تحقیق میکنیم این باید الکفر بالطاغوت باشد، اصول دین باشد، شکننده دین باشد، چرا که اینها اصل دین است. مغرور نشو به اون کسانی که الکفر بالطاغوت را، اجتناب از طاغوت را انجام نداده اند و امروز در سر مردمند، مردم اونها را احترام میکند. به اونها مغرور نشو، چرا که نتیجه من و شما در روز قیامت بالا خواهد شد. هستند امروز کسانی که دعوتچی هستند، میدونم ملا هستند یا یک انسان مشهور دینی هست و غیره و غیره، در حالتی که الکفر بالطاغوت ندارد. به اونها مغرور نشوید، به اونها فریفته نشوید، بلکه شما کوشش بکنید که خودتان را نجات بدهید. پیغمبر ما 13 سال فقط درس عقیده داد و ما 13 هفته عقیده نمیخونیم. پرسان بکنین از پدرایتان و پدرکلانایتان و کاکا و ماماهایتان، ریش سفیدای بزرگ و محترمی که در افغانستان هستند، از اینا شما یک سوال بکنین که آیا شما یک 13 هفته کسی برای شما درباره عقیده صحبت کرده؟ میگن نه والا بچه.